بسم الله، الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بزرگواران هستیم در برنامه دفاع از سنت و موضوع برنامه در مورد سحر هست و آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سحر شده یا نه. در اینجا سوال‌های زیادی مطرح میشه و بینندگان عزیز از ما سوال پرسیدن. آیا سحر وجود داره؟ اصلا تعریف سحر چیه؟ بعد آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سحر شده؟ چون تعدادی از معاصرین ادعا میکنن که پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر نشده، هرچند که این حدیث در بخاری و مسلم اومده و در قرآن کریم خیلی در مورد سحر صحبت شده و میگن که خداوند متعال فرموده که کافران به مسلمانان میگفتن شما دارید از یک مرد سحر شده تبعیت میکنید و خداوند متعال این قضیه رو رد میکنه که نه خیر، پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر نشده. حرفایی که میزنه حرف یک فرد سحر شده نیست. و خیلی از مردم سوال کردن چطور بعضی از مردم میان با سحر بین زن و مرد جدایی میندازن و اختلاف درست میکنن، خیلی این کارا رو انجام میدن. آیا واقعیت داره همچین چیزی یا تخیلات مردمه یا نمیدونم یک چیزای دیگه که مردم فکر میکنن به خاطر سحر بوده؟ خب ما این سوالا رو از جناب دکتر عبدالحمید عالی میپرسیم و از ایشون میخوایم که جواب این سوالا رو بدن. جناب دکتر السلام علیکم و رحمت الله، خوش اومدید به برنامه. در خدمت شما هستیم و کلی سوال. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر سوالا رو دوباره یکی یکی میپرسم این دفعه. سحر چیه اصلا؟ بله. آیا واقعیت داره سحر؟ سحر که شکی نیست که واقعیت دارد و در قرآن آیات فراوانی در مورد سحر وجود دارد و در سنت زیاد اومده و در تمام کتب حدیث یک بابی به عنوان باب السحر وجود دارد. یعنی این چیزی نیست که انکار شود، اما اون چیزی که مردم و متکلمین در قدیم بعضی از اهل کلام آن را انکار نمودند در مورد سحر پیامبر بوده صلی الله علیه و سلم، وگرنه برای وجود سحر کسی آن را انکار نکرده است. به این معنی الان تعریف سحر خودش چیه؟ بله، سحر خودش میگوید هر چیزی که خیلی ریز و دقیق باشد، مثل این که امام جوهری در کتاب مختار الصحاح میفرماید كل ما لطف مأخذه و دق فهو سحر. هر چیزی مثل این که از یک مأخذ ریز و دقیقی و لطیفی گرفته شده باشد، مأخذ یعنی منبع، سرچشمه، اون بهش گفته می شود سحر. به همین خاطر حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این من البیان لسحرا. این حدیث صحیح از صحیح بخاری هم اومده. میگه براستی بعضی از سخنها سحر هستند. یعنی چی؟ یعنی اینقدر جذاب و قشنگ هستند که خود به خود انسان را مدهوش میکند و مجذوب خود میکند و این یک نوع سحر است. یعنی این سحر حالتش این گونه است که انسان خود به خود متحول می شود و خودش هم متوجه نیست. یعنی با یک چیزی خیلی دقیق و ریز انجام می گیرد و خود به خود حالت این شخص تغییر می کند. به همین خاطر به سحر این گفتن، چون یک امر خیلی ریز دقیق است، یک تحولی است دقیق برای انسانی که سحر شده پیش می آید یا چیزهایی را انجام می دهند، مثل ساحرهای فرعون در برابر موسی علیه السلام. خدا می فرماید و جاءوا بسحر عظیم، سحر عظیمی انجام دادند و حتی موسی از ته دل ترسید، دید واقعا خیلی عجیب است تا پروردگار او را با وحی آرام کرد، وگرنه او کاملا به این قضیه متأثر شد در ابتدا. در حالی که خدا می فرماید در واقع آنان سحروا اعین الناس، چشم مردم را سحر کرده بود. یعنی مردم چیز دیگری را می دیدن، اون واقعیت چیزی بود و دید مردم چیز دیگری بود. یعنی واقعیت چند تا تناب بود، همونجوری رها کرده بودن در اون میدان، ولی چشم مردم می دید اینا مثل مارهای خیلی سریع دارن حرکت می کنن.
انگار از جیوام استفاده کرده بودن که حرکت میکرد این چیزا. این در واقع وقتی که نگاه میکنیم یک سحر اون نیست که روی روح و روان مردم اثر گذاشته. اینجا چشم مردم به خطا میرود. یعنی خطای چشم بود اون چیزی که برای اونها پیش اومده. وگرنه در شخص موسی هیچ تأثیری، درسته کمی ترسید، اما نه اینکه خود سحر بر روح و روان او مسلط شود. چنین نشد، چون اونجا خدا نمیخواست چنین چیزی اتفاق بیفتد. در نتیجه مسئله سحر چیز وجود داشته، حالا در زمان موسی علیه السلام یا حتی در زمان عیسی علیه السلام، در زمان سلیمان که خیلی واضح تر بوده. یهود، خدا در مورد یهود صحبت میکنه در سوره بقره، میفرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یهودیان پیروی نمودن از آن چیزی که در زمان سلیمان بیان میشد از جانب شیاطین. و ما کفر سلیمان دیگه مشخص کافر نبود، یعنی کار سحر انجام نمیداد. ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. بلکه شیاطین کافر شده بودند که مردم را سحر به مردم یاد میدادند. یعنی کسی که سحر را در میان مردم ترویج میدهد این کفر است، چون باعث انحراف جامعه می شود و باعث از هم پاشیدن خانواده ها می شود که خیلی خطرناک است، مخصوصا اگر در اون سحر از اجنه و شیاطین استمداد شود دیگه میشه کفر میشه. وگرنه در اصل یک گناه کبیره است اگر به عنوان یک کاری انجام بگیرد، یعنی استمداد به اجنه و شیاطین و اینها نباشد و کفری در آن انجام نگیرد. به قول امام شافعی اگر کفر در آن نباشد همون گناه کبیره است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در میان اکبر الکبائر مسئله سحر را بیان نموده. بعداً میفرماید و یعلمون الناس السحر و ما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت. و آن چیزی که بر دو تا فرشته هاروت و ماروت نازل شد در شهر بابل در عراق. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. وقتی که این شیاطین مسئله سحر و جادو را در میان مردم منتشر کردند، بسیاری از مردم به آن باورشان شد و آن را دنبال کردند و کاری خوبی میدونستند. بعداً دو تا ملائکه آمدند برای مردم این مسئله را تبیین کردند و بیان کردند که اصلا چگونگی این سحر و جادو چگونه انجام میگیرد، که متاسفانه این کاری که اونا آمدند برای مردم تبیین کنند مردم سوء استفاده از آن کردند. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. به هر کسی این را یاد میدادند میگفتند ما فتنه هستیم، باعث آزمایش هستیم و شما را میازماییم و این مسئله را برای شما روشن میکنیم، شما کافر نشوید، سحر و جادو را دنبال نکنید، پیروی از سحر و جادو نکنید چون سبب کفر میشود. اما میگه متاسفانه مردم فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. چیزهایی از آنان یاد گرفتند که آمدند برای از هم پاشیدن خانواده ها به گونه‌ای که انسان را از همسرش جدا میکردند، یعنی باعث تنفر و نفرت ایجاد میکردند در میان خانواده ها. الان خیلی ها هستند در جامعه میگوین آقا کاری کردن، مثلا یک دفعه این مردن زنش جلوی چشمش به قول مردم سیاه می شود و هیچ علاقه‌ای با او ندارد و بی توجه می شود و زنم اعصابش یعنی خود می شود، اصلا افسرده می شود، نگران می شود، نمیداند چیکار کند. و بعداً که متوجه می شود که مثلا یک سحری، یک جادویی یا مثلا یک دعایی را پیدا کردند در داخل خونه و گذاشتن و این سبب شده که مثلا این گرفتاری ها پیش بیاید. که بسیاری از این سحر و جادوها که انجام میگیرد از طریق شیاطین است، چون خدا فرموده شیاطین این کارو انجام میدهند و چون میشه ممکنه از طریق بعضی از داروها و گیاه و قاطی کردن گیاه و اینا، مثلا بعضی از داروهای گیاهی و اینا بشه کسی چنین کاری را انجام بدهد. اما قسمتی که خیلی خطرناک است این است که از طریق شیاطین باشد که غالبا ساحران با شیاطین در ارتباط هستند، اونایی که سحر و جادو میکنند. بعداً میفرماید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. اینها به کسی آسیب نمیرسانند مگر به اذن پروردگار. اگر خدا بخواهد اینا دیگه به مردم آسیب میرسانند.
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. اون چیزی که مردم از آن یاد میگرفتند تنها برای آنان زیان و ضرر داشت و سودی برای آنان نداشت. و میدونستند لقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. میدونستند اگر کسی این را انتخاب کند و این راه را در پیش بگیرد در آخرت هیچ سهمی ندارد و بالاخره اهل کفر خواهد بود. به همین خاطر این آیه دلیل واضح و روشنی است بر وجود سحر در زمان سلیمان و اینکه سبب شده تعدادی از مردم این کارو که انجام دادند و ساحران سبب شدن زن و مرد را از هم جدا کنند. پس این حقیقتی است انکار ناپذیر. درست. یا مثلا در سوره اعراف پروردگار بیان میکند قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون او نحن الملقین. گفتن ای موسی یا شما بیا چیزی که دارید در میدان بیانداز، همون عصایی که در دستت هست که میخوای با آن کاری انجام بدهید، یا ما شروع میکنیم. قال القوا، گفت شما این کار رو انجام بدهید. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. هنگامی که اون چیزی که در اختیار ساحران بود انداختن و چشم مردم را سحر و جادو کردن به کلی. واسترهبوهم و مردم را ترساندند وجاءوا بسحر عظیم و یک سحر بسیار بزرگی را انجام دادند. یعنی اما این چشم انگار میگه چشم بند بود، یعنی مردم واقعیت را نمیدیدند، چیز دیگری را میدیدند. یعنی یخیل الیهم انها حیه تسعى. بس ذهنشون تصورشون اینجوری به تصورشون یعنی القا میشد که این مثلا تنابهایی که اونا انداختن مارهای خیلی سریع و شدیدی هستند، الان میانو میرن حیه تسعى. یعنی انگار ذهن آنها را کاملا دگرگون کرده بودند، به گونه‌ای ذهن و دید آنان تغییر کرده بود. ظاهرا کلماتی که اونجا میگن، حرفایی که اونجا میزنن خیلی بر روح و روان مردم تاثیر میذاره. بله. باعث میشه که چشمشون چیز دیگه ای ببینه. در مورد همین سحر من با یکی صحبت میکردم که گفت خودش قبلا در اروپا بود و از اونجا سحر یاد گرفته. میگه به ما هیپنوتیزم و نمیدونم سحر و این چیزا یاد میدادن. بعد میگه یه چیز جالبی که اونجا گفت که میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که گفت دو نوع سحر وجود داره. یکی سحر عامه که میان در ملأ عام سحر انجام میشه و هر کی اونجا باشه سحر میشه. یکم سحر خاصه که همین چیزایی است که برای یک فرد مشخص انجام میدن. درسته. میگفت یکی از اون سحرهای عام همین مجسمه ها و همین چیزهایی هستن که توی میادین میذارن. میگه خیلی از این کشورها که میخوان مردم رو سحر بکنن و تسلیم اون سیستم و اون قضیه که اونها میخوان تسلیمش بشن، میان در وسط میدان در یک جای یک نماد درست میکنن که نگاه میکنی نماد چیز جالبی نیست، عجیب غریب نیست، ولی هر کی از اونجا رد میشه مثلا بهش توجه میکنه. میگه همین که نگاه میکنن سحر میشن. میگم شاید همون اهرامی هم که مصر درست کرده بود، فرعون ها درست کرده بودن، چیزی از همین قبیل بوده، میخواستن مردم رو سحر بکنن و بیشتر بر اونها تسلط پیدا بکنن. بعید نیست دیگه وقتی که اینم امروز دارن همین کارو میکنن، اینم بعید نیست که بله. میگه من وقتی فهمیدم که اینها سحر است و بعد فهمیدم که سحر جایزی در اسلام، میگه اون قضیه رو ول کردم دیگه. سبحان الله. جالب بوده. حالا این بود که امام موسی علیه السلام فرمود، یعنی پروردگار از زبان موسی بیان میکند فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. موسی فرمود اون چیزی که شما انجام داده اید این سحر است و قطعا پروردگار آن را ابطال خواهد کرد، چون الله عمل اهل فساد را، مفسدین را اصلاح نمی کند. یعنی در اینجا پروردگار ساحران را مفسدین نامگذاری نموده که اینا مفسد هستند. و یک چیز دیگری که این را تایید می کند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم ممکن است سحر شود و چیز جایزی است در حق او، این است که پروردگار سوره معوذتین را که نازل فرموده در سوره فلق به رسول خدا دستور میدهد صلی الله علیه و سلم که به خدا پناه ببرد از شر حسود هنگامی که حسادت کند و از شر و من شر النفاثات فی العقد و از شر
اون زنان ساحری که در گره ها فوت میکنند، یعنی گره هایی را میبندند و از اون گره داخل اون با اونها فوت میکنند و سحر و جادو انجام میدهند. یعنی خود این نص، این آیه دلیل بر این است که احتمال سحر وجود دارد و این هم زمانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم مورد سحر قرار گرفت قبل از نزول این آیات بود و با نزول این آیات از اون سحر و جادو نجات پیدا کرد و دلیل میشه، دلیل روشنی است که قبل از او این چیز انجام گرفته برای رسول خدا. البته بعضیها همچنان که ابن قیم الجوزی میگوید این معمولا این سحر و جادو برای افرادی انجام میگیرد که ضعیف النفس باشند و ایمانشون ضعیف باشد، مانند زنان و کودکان. امام ابن حجر عسقلانی میفرماید این حرف قبول نیست. رسول خدا صلی الله علیه وسلم که از همه قوی ترین ایمان داشت و همه چیز از هم بالاتر بود، اما این حالت هم برای او انجام گرفت. و حتی موسی هم که دید مثل مردم دقیقاً دید که اینا دارن وارن حرکت میکنن. بله تجسید کاملا. یعنی این حالت برای تحت تاثیر قرار گرفت. تحت تاثیر قرار گرفت، شکی در آن نیست. در نتیجه یعنی اهل علم میگوین این هم برای جواز این کار است. یعنی این مثلا همچنان که انسان یک عارضه بیماری برای رسول الله پیش اومده صلی الله علیه و سلم، مثل بقیه انسان ها مریض شده، بیمار شده، گرسنه شده، بالاخره تمام اون عوارض بشری برای اونم پیش اومده و مسئله سحر یک نوع عارضه بوده. حتی علما میگوین مال رسول خدا صلی الله علیه و سلم حالت بیماری بوده، چون میگه لقد شفانی الله، و پروردگار منو شفا داد. شفا معمولا برای بیماری گفته می شود. یعنی ما حدیث را که بخونیم قضیه خیلی واضح‌تر روشن می شود که چون در اون حدیث کاملا لفظی که به کار رفته، یعنی ما حتی اون حدیث را اگر بخوایم در صحیح بخاری بخوانیم احساس میکنم بهتره که الفاظ کامل الفاظش که در صحیح بخاری آمده، امام بخاری در باب السحر، یعنی در این باب این حدیث را ذکر کرده، نه تنها در این باب، در چندین باب این حدیث را آورده، ولی اولین جایش همون باب سحر است که در اونجا این استدلال میکند به این چند تا آیت. مثلا اون آیاتی که من خوندم، یا آیه دیگری ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحرم هرگز رستگار نخواهد شد هر کاری که انجام دهد. یا افتأتون السحر وانتم تبصرون، آیا شما سحر انجام میدهید، سحر میکنید در حالی که میبینید. اینها امام بخاری این کلمات را، این آیات را استدلال نموده برای اثبات سحر و بعداً به این حدیث پرداخته، حدیثی که امام بخاری با سند خودش نقل می کند که از ام المؤمنین عایشه که می فرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم سحر شد حتی كأنه يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يعني حالاتی بلایش پیش می اومد، تصور میکرد به همسرانش نزدیک شده ولی نمیشد، اینجوری نبوده. احساس میکرد به همسرانش نزدیکی کرده در حالی که نزدیکی نکرده. خودش این حالاتو بلایش پیش می اومد، یعنی یک حالت عجیب و غریب. یعنی علما میگوین این شدیدترین نوع سحر است. قال سفیان، یعنی در روایت سفیان الثوری، چون این حدیث از طریق ابن عیینه اومده، سفیان ابن عیینه میفرماید و هذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذلك. انسان به اون حد برسد، این شدیدترین نوع سحر است. بعدا میفرماید و امام حمیدی که باز این حدیث از طریق اونم روایت شده، امام بخاری از این روایت کرده، تمام الفاظ یکی اون یکی چه لفظی برای بکار بوده، سفیان بن عیینه چه لفظی بکار بوده، یکی آورده. میفرماید مکث النبی صلی الله علیه وسلم كذا و كذا يخيل الیه انه یأتی اهله ولا یأتی. میگه مدتی چند روزی اینجوری پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ماند، تصور میکرد که به همسرانش نزدیک شده که نشده بود. و در لفظ ابو اسامه یکی دیگر از راویان میفرماید ام المؤمنین عایشه فرمود حتی اذا كانت ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم این وضعیت بر او ادامه داشت تا روزی که نوبتش بود پیش من بیاید آمد
شروع کرد به دعا کردن. دعا الله و دعاه، مرتب شروع کرد به دعا کرد. ثم قال اشعرت يا عائشه ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه. میگه عائشه نمیدونی پروردگار دعایم را قبول کرد. اون دعایی که انجام میفرماید افتانی یعنی جوابم داد، جواب فتوایی که از خدا کردم داد، یعنی بالاخره مشکلی که خواستم برطرف کند مشکل ما برطرف کرد. قلت وما ذاك یا رسول الله، گفتم مگه چی شده؟ قال جاءني رجلان، دو نفر پیش من آمدن، یعنی دو تا ملائکه بودند. این در خواب بوده این در رسول خدا. فجلس احدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. یکی از آنان کنار سرم استاد، یکی هم جلوی یعنی دو پایم که من دراز کشیده بودم. ثم قال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل. یکی از آنان گفت مشکلش چیست این مرد؟ انظر رسول خدا. قال مطبوب یعنی مسحور. در اصل کلمه طب کار رفته شده، میگه گویا در عالم یعنی عرب این مسئله مطرح است که بجای مثلا کلمه مثلا کسی میگوین کسی نیش زده شده میگه سلیم یعنی نیش زده، در حالی که میخوان تفاعل کنند که خوب میشود. این هم مطبوب است، اینگار میگه معالجه شده، در حالی که سحر شده. اما این سحر ان شاء الله معالجه میشود. فرمود این مطبوب، این شخصی است که بالاخره سحر شده. قال ومن طبه، یکی از اون دو تا فرشته از اون دیگری پرسید چه کسی او را سحر کرده؟ قال لبید بن الاعصم اليهودي من بني زريق. گفت لبید بن اعصم یهودی این کارو انجام داده از قبیله بنی زریق، یعنی در اصل از قبیله بنی زریق بود اما با یهود هم پیمان بود، به همین خاطر نسبت داده شده نزد با اونا. هم پیمان یهود بود که در الفاظ دیگری حدیث بیان می شود. فی ماذا؟ گفتن پس چگونه این سحر انجام گرفته؟ گفت فی مشط و مشاطت. گفت با یک شانه سر و با اون موهایی که انسان هنگامی که سرش را شانه میزند، اگر مو داشته باشه مثل ما نباشد، اگر مو داشته باشد و سرش را شانه بزند، بالاخره مویی که از آن پایین میافتد میگه مشاطه. یعنی با این موها و با شانه‌ای که با آن سرش رو شونه کرده این کارو انجام داده. فی مشط و مشاطت. قال سفیان و مشاقت. در لفظ سفیان گفته فی مشط و مشاطت یا فی مشط و مشاقت. مشاقه یعنی اون هم تارهایی است که در مثلا کتان، لباسهایی که کتانی که هستند، اون تارهای اون انگار این موها با تارهای دیگری آمیخته شده بودند و گره خورده بودند دوتایش، یعنی هم با تارهای کتان، همون کتان تقریبا همون چیزی که برای باند پیچی استفاده می شود، نوعی کتان است. بعدن گفت با اینها آمیخته شده بود مشاقه. وقال ای و این، پس این کجا الان این سحر کجا جاسازی شده؟ قال فی جف طلعت ذکر تحت راعوفه فی بئر ذروان. گفت این در با همون خوشه خرما که هست، یعنی نروماده دارد که نروماده را با هم قاطی میکنن، چون طلعه با آن گفته می شود. عرب طلعه یعنی دارد انگار می شکوفد. همون شکوفه خرما، البته شکوفه خرمای نر، چون نرومادهش هم میگن طلعه، به این خاطر گفته شکوفه خرمای نر در داخل اون شکوفه گذاشتن این گره و اینها در زیر سنگ آسیاب، یعنی یک سنگ فرشی میگذارن غالبا روی چاها تا کسی اونجا در اون قرار نگیرد و مثل یک سری برایش قرار میدهند، مثل یک دربندی، در پوشی. گفت زیر در پوش اون چاه زروان است. دقیق جایش را مشخص کرد. قال انس و بئر ذروان فی بنی زریق. انس بن مالک که حدیث را روایت میکند از طریق او میگه اون چاه دقیقاً در قبیله بنی زریق است، همون جایی که این آقا یعنی لبید بن اعصم اهل قبیله بنی زریق بود. بعدا ابو اسامه قلت فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه الى البئر فنظر اليها وعليها نخل.
میگه بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت اونجا با تعدادی از یارانش، اونجا دید چا را دید و دید در اطراف این چا نخل‌های وجود دارد. اصلا خرمای این نخلستان ها خرمایشون هم اصلا عجیب بود. درست. حتی میفرماید مانند سر شیاطین. درست. جناب دکتر بله. اگر اجازه بدین اینجا یک توقفی بکنیم و ادامه حدیث رو بعد از دیدن این برنامه بسیار خوب، بسیار کار بسیار خوب. از بینندگان عزیز با ما باشید. یک برنامه کوتاه می‌بینیم و خدمت شما بزرگواران برمیگردیم. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. به قلبی چون بتابد این کلامت، چراغان می کند دلها بر امت. خوشا قلبی که باشد جایگاهت، خوشا جانی که باشد تکیه گاهت، خوشا جانی که باشد تکیه گاهت. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. بیا دیدم که پندی ناب دارم، به قلبم گوهری نایاب دارم. کلام پاک رحمان است و قرآن، نشان رب یزدان است و قرآن، نشان رب یزدان است و قرآن. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. اگر قرآن بود در زندگانی، شود آن زندگانی جاودانی. نمایان می کند راه سعادت، شفاعت می کند روز قیامت، شفاعت می کند روز قیامت. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. منم قرآن کتاب آسمانی،
پیام و راهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمتتون هستیم در برنامه دفاع از سنت و موضوع سحر و سحر شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خدمت جناب دکتر بودیم در بخش اول برنامه و ایشون حدیثی که در صحیح بخاری و مسلم اومده و در مورد سحر شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن، این حدیث رو داشتن میفرمودن و به اینجا رسیدیم که ملائکه به این دو تا ملائکه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که سحر در اون چاه زروان هست در قبیله بنی زریق. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب رفتن اونجا. تعدادی از یاران بله. این بود که در لفظ سفیان بن عیینه میفرماید رسول خدا با یارانش که اومدن اونجا نگاه کردند، همون چیز زیر اون چاه قرار، زیر اون در پوش چاه گذاشته شده. فقال هذه البئر التي اريتها. رسول الله وقتی که آمد اونجا گفت این همان چاهی بود که در خواب به من گفتند. این دیگه در اینجا مشخص میکند که هنگامی که این فرشتگان آمدن رسول خدا خواب بود. در لفظ ابو اسامه میفرماید ثم رجع الى عائشه فقال، بعدا رسول خدا به سوی نزد عایشه برمیگردد بعد از این کار فرمود والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. گفت والله من که رفتم اونجا آبش اینقدر آلوده بود انگار مثلا هنگامی که حنا در آب قاطی میکنید چگونه رنگش رو تغییر میدهد، این حالت قهوه‌ای رنگ و مایل به سرخ. گفت این حالت رو داشت این آب. یا و گفت دقیقاً نخل آنها انگار سر شیاطین است، یعنی اینقدر زشت و کریه بودن. حتی اون نخلستانش نخلستان جالبی نبود. میگه گفتم ای رسول خدا فاخرجته؟ قال لا. آیا بیرونش آوردی؟ گفت خیر. قال سفیان فاستخرج. در روایت سفیان گفت بیرون آورده شد، حتی استخرجه، بیرونش آورد. حالا اینو باید ما تفهیم کنیم که چه چیزی را بیرون آورده و چه چیزی را بیرون نیاورده. حقیقت را بیان میکنیم. در لفظ روایت حمیدی، لفظ حمیدی همه در صحیح بخاری فرمود فامر به النبی صلی الله علیه و سلم فاخرج. دستور داد بیرونش آوردن.
بعدن سفیان میفرماید در لفظ سفیان ام المؤمنین عایشه فرمود گفتم افلا تنشرت آیا برای مردم اعلان نکردی منتشر نکردی این چیز؟ فقال اما والله فقد شفاني واكره ان اثير على احد من الناس. فرمود الحمد لله پروردگار منو شفا داد. از اینجا بود که میگفتن این یک عارضه‌ای بوده مثل یک بیماری برای او حاصل شده، به همین خاطر لفظ شفانی در اینجا به کار برده. و اکره و من بدم میاد که در میان مردم شری را برانگیخته کنم. یعنی این حالا اصل سحر بیرون آورده شد و اصل سحر یکی یکی گره‌هایش باز شد، اما برای مردم تبیین نشد که این چگونه بوده. حقیقت آن برای مردم تبیین نشد تا مبادا کسانی دیگری مثل همون که مردم ملائکه دوتا فرشته با هاروت و ماروت آمدن مردم را یاد دادن که از آن پرهیز کنن، ولی مردم از آن سوء استفاده کردن. گفت مبادا کسانی دیگری شروع کنن به سوء استفاده کردن از این روش. این بود. بعدا میفرماید من نمیخواهم، حتی میگوید من نمیخواهم که بر مردم شری را در میان مردم برانگیخته کنم. شری را برانگیخته کنم. ابو اسامه میگوید منه شرا و امر بها فدفنت. بعدا گفت اینو در یک جا دفن کنید. چیزها را کاملا که باز کرد یکی یکی، هر کدوم یعنی 11 تا گره روی اون موهای رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اون تارهای کتانی که بود 11 تا گره خورده شده بود در با اون چیز خرما در داخل اون جاسازی شده بود. اینها را بعد از این که باز کرد میگه آن را دفن کرد. یعنی 11 گره شاید اشاره باشه به 11 همسر پیامبر صلی الله علیه و آله. نه 11 آیه در سوره چیزم برای حل آن اینم ممکنه، بله بعید نیست، چون نتونسته با هیچ کدوم از همسرانش نزدیک شود. نکته جالبی گفتی شما، این هم هست. ولی یک چیز دیگری که بود، آیه هایی هم که نازل شده در اون دو تا سوره 11 آیه میشه. هر آیه یکی از این گره ها را باز میکرد. احساس یعنی هر گره‌ای را که باز میکرد، یک آیه را میخوند و یک گره‌ای باز میکرد، یک آیه را میخوند و یک گره‌ای باز میکرد، که در نتیجه میفرماید که انما نشط من عقال، انگار بسته شده بود و آزادش کردید، رها شد. این حالت رو به خود گرفت. حالا ما نکته را در اینجا بیان میکنیم. حمیدی میفرماید ام المؤمنین عایشه فرمود ولبید بن الاعصم رجل من بني زريق حلیف لليهود، که من اول گفتم. لبید بن اعصم مردی از قبیله بنی زريق بود که هم پیمان یهود بود. یعنی خودش عرب بوده. بله خودش عرب بوده، قبیله بنی زريق بوده. اونها دیگرم که یهود عرب بود، البته عبری، اونا عبری هم عبری بودن. و امام بخاری میفرماید المشاطه ما يخرج من الشعر اذا مشط والمشاقه مشاقه الكتان. میفرماید همون مشاطه که گفتیم، همون مویی که از چی میافتد، از شونه کردن مو میفته پایین، اینا همین است. بعدا امام ملاحب میفرماید این که میفرماید بیرون نیاورده یعنی چی؟ یعنی در اصل تمام اون چیز را بیرون آورد، اما در میان مردم منتشر نکرد و حقیقت را بیان نکرد. لئلا یرى الناس کیفیت ما صنعه الساحر، تا مردم اون چیز روشی که ساحر انجام داده متوجه نشوند دقیقاً فیها فیصنع الناس لاعدائهم مثله، تا مردم برای دشمنان خود این کارو انجام بدهند. والله اعلم. حالا اینجا امام بخاری این حدیث را در چه بابی آورده؟ بابون، یعنی بحث در باب سحر آورده. بابون هل یعفى عن الذمی اذا سحر؟ اینها آیا اگر یک کافر ذمی سحری انجام داد، آیا او مورد گذشت قرار میگیرد که رسول الله گذشت کرد؟ یعنی کاری با لبید نکرد؟ نه دیگه کاری بهش نداشت. عرب بوده، هم پیمان یهود بوده و مثل یک کافر ذمی با او رفتار شده. این نکته خیلی مهمه. یعنی لبید اهل کتاب نبوده. بله. مشرک بوده. بت پرست بوده. بله. درست. مشخصه حدیث اینجوری بیان میکنه، چون او خودش یهود نبوده. در لفظ اول گفت یهود، در لفظ دوم میفرماید اصلا از قبیله بنی زريق بود، هم پیمان یهود بوده. درست.
و ذمی هم بوده. در اینجا امام بخاری که دقت کنید، آیا اگر ذمی سحری انجام داد گذشت ازش میشه که گذشت کرده ازش؟ جالب، یعنی لبید مشرک بوده. بله. و امام بخاری میگه اگه زمین کار بکنه ازش گذشت میشه، یعنی اگه از مشرک گذشت بشه از ذمی بالاولا میشه بالاولا میشه. بله آخر اینم ذمی بوده، یعنی انگار حکم یک ذمی برای او انجام شده. بله. چون هم پیمان یهود بوده با اونا حکم اونا را داشته. درسته؟ بله. کاملا حکمه. یا امام بخاری گفت فرموده و فی باب هل یستخرج السحر، آیا اگر سحری وجود داشت ما بیایم آن را منتشر کنیم؟ حالا این کاری که در فضای مجازی انجام میگیرد و سحر ساحران را کاملا آشکار میکنند، این کار پسندیده ای نیست، خلاف سنت رسول خداست. یعنی نباید اون سحری که انجام گرفته جزئیاتش برای مردم بیان شود. درست. نباید جزئیات سحر جلوی مردم، انظار مردم قرار بگیرد و مردم آن را ببینند و این چیزی که دارند در فضای مجازی انجام میدهند کار نادرست و نامشروع میکنند. خب چطور میخوان به مردم نشون بدن که چطوری سحر رو باطل بکنن، خوش کار بکنن؟ نه دیگه، اینو میگوین، اصل کار رو بیان میکنن که چه سحری انجام گرفته، حتی مواد آن را هم بیان کنید میشه بیان بگویی، اما اصل سحر را جلوی مردم قرار دادن طبق این احادیث خلاف سنت است. تا مردم دوباره، چون دیگه قرآن بیان کرده که مردم از تعلیم ملائکه سوء استفاده کردن. چه برسد به این به ما مثلا در عصر ما؟ اینو بهش میگن توی ایران که مثلا گفتن ما پهپاد آمریکایی رو گرفتیم، بعد از تکنولوژی معکوس استفاده کردیم میتونیم اون رو باز بکنیم، پهپاد رو بعد خودمون درست بکنیم. حالا هم میان از مردم هم میتونن از همون تکنولوژی معکوس استفاده بکنن، سری که باز میکنین دوباره ببندن. بله. کاملا چیز درستیه. امام بخاری از امام قتاده نقل میکند، میگه گفتم به سعید ابن مسیب مردی اگر اینجوری سحر شده باشد او یؤخذ عن امرأته، یعنی نتوند با همسرش نزدیکی کند، این حالت برایش ایجاد شده باشد، ایحل عنه او ینشر، آیا این سحر باید باز شود؟ یعنی سحرشو، چون در اینجا ما هم نشره داریم به معنی اینکه منتشرش کنید در میان مردم، نشره هم داریم به معنای باز کردن سحر، یعنی اینکه سحر را مثلا باطل کردن آن. یعنی پس بعد انسان خیلی دقت کنه که لفظ منظور چی است. بله. در اینجا گفت آیا این سحر باطل می شود؟ فرمود لا بأس به، انما یریدون به الاصلاح فاما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. فرمود اشکالی ندارد اگر شما سحری را باطل کنید، اما نه با سحر دیگری. درست. اینو باید متوجه شویم، با سحر دیگری نباید سحر را باطل کنید. نباید برید پیش یک ساحر که سحری که انجام گرفته باطلش کنه، چون او باید یک سحر دیگری انجام دهد تا اون سحر را باطل کند. در نتیجه سحر موجود هست ولی باش نوع دیگری. جناب دکتر شاید مردم خوب متوجه نشن. ساحر میگه ساحر از کجا بیارم؟ بله. منظور همین دعا نویس هست دیگه. این دعا نویس های جاهل و نادان. اهل علم هستن که اهل این کارا نمیکنند، یعنی اونای عالم دینی و متدین و پایبند به شریعت هستند اهل این نیستن، ولی اونهایی که فی الجمله یاد گرفته‌اند بیشتر این ساحران انسان‌های نادانی هستند، جاهلی هستند و کم دین، یعنی بی دین در واقع، چون نمیتونه دین داشته باشد. اگر دینی هم داشته باشد شیطان ازش میگیرد، میگه دینتو اینجا بذار بعدن شروع کن بکن. و ما دیدیم، من افرادی که ما چی بودم، مثلا ما یکی داشتیم، من مدتی بودم تو، اشکال ندارد اسمشون بیارم، تو سنندج بودم مسجد امام علی، یا آقایی بود انشاءالله الان دیگه فوت کرده چون سن و سالی داشت، یعنی انسانی بود بسیار بسیار کثیف و آلوده، به هیچ کسی نمیدید که او وضوئی بگیرد. می اومد مسجد کفاشم بود، یعنی کارش کفاشی بود، زندگی خوبی نداشت، کار کفاشی داشت، کفاشی میکرد، می آمد مسجد وضو نمیگرفت، دل با مردم نماز میخوند. هیچگاه کسی ندید یک بار وضو بگیرد. و من خودم که اونجا بودم همیشه با مردم می اومد نماز عصر با مردم مشارکت میکرد، بیشتر در نماز عصر می اومد ولی وضو اصلا نمیگرفت. این افرادی هستند و هر وقتی که صحبت میکرد میگفت خیلی حرف بزنید اینجا را پر میکنم از شیاطین.
اینجوری صحبت میکرد. یعنی افرادی هستن، یعنی افرادی زیادی هستن و افرادی که مثلا در دعاهایی که می نویسند در اون دعاها ارقام و اعداد و رموز و اینها را می نویسند، معمولا اینا کار سحر و جادوگری است. یا مثلا اسم شیاطین را می نویسند، اسمهای عجیب و غریب و قلمبه و سلمبه نقل میکنند در میان اونها و توسل به این افراد میکنند و استمداد از اینا میکنند. اینجا مشخصه دیگه این کار سحر و جادوگر، ساحر و جادوگر است. این افراد که سحر و جادو میکنند غالبا انسانهای نادانی هستند و انسانهای بیدینی هستند و کاملا دین خود را تمام از دست دادند. یعنی فروختن به شیاطین دینشون، به شیاطین، و خودشون هم زندگی خوبی ندارند. یعنی این آقا که دیدیم کفاشی میکرد، زندگی خوبی نداشت، خونه مناسبی نداشت، وضعیت خوبی نداشت. یعنی اصلا ساحران زندگی خوبی ندارند. ساحران زندگی خوبی ندارند در واقع. به همین خاطر اهل علم اینو میفرمایند که اگر انسان مثلا یعنی چنین چیزی برای انسانی کسی پیش اومد، یعنی این سحر یا جادو یا این مسائل، بهتر از انسان تلاش کند با قرآن خواندن، با گوش دادن به قرآن، با دعا کردن. دیدی رسول خدا صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه میفرماید دعا و دعا، یعنی خیلی دعا کرد، یکی با استمرار دعا میکرد و از خداوند متعال میخواست که پروردگار این مشکل را از او دور کند. امام ابن وهب میفرماید یونس برای به من خبر داد از ابن شهاب الزهری سئل اعلى من سحر من اهل العهد قتل، آیا اگر کسی از اهل ذمه سحری انجام داد کشته می شود؟ قال بلغنا، به ما خبر رسیده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این کارو با او انجام دادن و او را نکشته. من صنعه وكان من اهل الكتاب فلم يقتل من صنعه وكان من اهل الكتاب. در اینجا اون میگه از اهل کتاب بوده این شخص. در اون حدیث بیان میکند که هم پیمان اهل کتاب بوده و این دینش رو عوض کرده. بله، اینم امام بخاری باز این حدیث را آورده در باب چی؟ باب تکریر دعایی، یعنی دعا را زیاد تکرار کنید. نکته خیلی قشنگ است. و در باب دیگری این امر را آورده که فرموده خداوند متعال فرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان. در زیر این باب آورده پروردگار به شما دستور میدهد که عادل باشید و اهل احسان باشید، یعنی در هر حالتی و در هر شرایطی و با هر کسی. از این امام بخاری نتیجه گرفته. بعد فرموده انما بغیکم علی انفسکم، بغی و سرکشی شما به ضرر خودتونه، به ضرر کسی نیست. یعنی اینو آیه آورده ثم بغی علیه لینصرنه الله، اگر کسی بر او سرکشی کند قطعا پروردگار بعداً او را یاری خواهد داد. یا در این بحثم آورده و ترک اثارة الشر علی المسلم والکافری. امام بخاری این باب در زیر این باب این حدیث را آورده، یعنی شما باید کاری کنید که شر را برانگیخته نکنید. این شر چه علیه مسلمان باشد چه علیه کافر باشد، یعنی به کلی، چون فرمود تا شر بر مردم برانگیخته نکنم. یعنی حتی شما معقول نیست، جایز نیست بیایید سحر و جادو را در میان کافران منتشر کنید. نکته خیلی مهم و خیلی ریز و امام بخاری نکات بسیار قشنگی را از این مسائل در واقع دریافت نموده. خیلی جالب جناب دکتر، من شنیدم افرادی که مواد مخدر میفروشن، خرید و فروش میکنن یا اصلا تجارت میکنن باهاش، میگه آقا ما اینو اروپا میفرستیم. بله. اونا که کافرن بذار بمیرن توی کفرشون. نه این جایز نیست. بازم طبق همین حدیث، طبق این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و جایز نیست. اما مثلا اگر لباس باشد، ما قبلا در اون حدیث رو بیان کردیم که مثلا کسی پارچه فروشی میکنه، پارچه فروشی ابریشم هم پارچه فروشی کند ولی به مسلمان نفروشد، به کسی غیر مسلمان. حتی با مسلمان هم بفروشی، شرعا جایز است. بله. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پوشیدنش حرام، خرید و فروشش مشکلی ندارد. مثلا مسلمانی آن را بخرد مانعی نیست، چون ابریشم شری درست نمیکنه. بله، مثلا این چیزی نیست که فسادی، بله، باعث فساد در میان جامعه نمیشود. این بالاخره برای مسلمان حرام است، برای کافر مشکلی نداره دیگه. کافر بپوشد در این دنیا، بپوشد در اونجا دیگه برایش
در آخرت که ندارد بپوشد. درست. در نتیجه این نکته خیلی نکته مهمی هست و باز امام بخاری دقیقاً بعد از این بحث السحر آمده چی فرموده؟ باب الدواء بالعجوة للسحر. میفرماید پس اگر سحری انجام گرفت به چه چیزی ما این سحر را معالجه کنیم؟ میگه با عجوه. عجوه یعنی خرما. خرمای عجوه که معمولا در مدینه هست. عجوه ظاهرا خرمایی بوده که رسول خدا گویا او کاشته. خرمایی است که تو مدینه هست و پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده سحر رو با عجوه بله علاج بکنید. بله یعنی نوع معینی از این بله عجوه مدینه است. در جای دیگه هم عجوه وجود داره ولی پیامبر فرموده عجوه مدینه. بله 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 این امام بخاری این حدیث را آورده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود من تصبح كل يوم 7 مرات عجوة لم يضره ذلك اليوم صم ولا سحر زاد علي إلى الليل. يعني این حدیث که از طریق چی اومده میفرماید این تا شب، یعنی اگر کسی هر روز 7 دونه خرمای عجوه را بخورد دیگه اون روز هیچ گونه سمی و هیچ گونه سحری به او آسیب نمیرساند. یعنی از سحر و سم در امان خواهد بود. یه نکته جالب بگم که خرمای عجوه خرمای مرغوبی نیست. مرغوب نیست. شکل و مزه و چیزش خیلی جالب نیست. خرمایی که توی سروان هست. بله. که به عنوان خرمای مضافتی بم هم شناخته شده ولی خرمای سروان خیلی خیلی خوشمزه تر از خرمای عجوه. بله بله خرمای عجوه کم گوشت است ظاهرا. بله. یعنی گوشتش کمه. اما دیگه مهم داروست با عنوان دارو چیز مفیدیه. انسان گاهی داروی تلخ میخورد، حالا این شیرین هم هست، حالا کم گوشت از دور شیرین که هست و خرما که هست نعمتی از نعمتهای پروردگار است و کاملا مطلب درست است. یعنی پس در نتیجه در اینجا ما به 2 وسیله می توانیم مسئله 3 تا وسیله برای باطل کردن سحر و جادو. یکی نازل شدن قرآن، یعنی خواندن سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس 3 بار آن را بخوانید که ان شاء الله باعث باطل شدن آن می شود. و یکی دعای فراوان و یکی دیگر خرمای عجوه قبل از اینکه یعنی صبح که بیدار میشید، یعنی نه قبل از اینکه آلوده بشید به سحر، یعنی قبل از اینکه سحر و جادو بشید اینو باید برای پیشگیری اینو از این استفاده کنید که انسان از آن در امان باشد. اینا مسائلی بودن و حالا سوال پاسخ به سوال شما که آیا این مسئله‌ای که شما فرمودید پس آیا این تضادی با قرآن ندارد؟ بله اشاره میکنه که وقت کم مونده، مشکلی نیست. این مثلا الان خداوند متعال فرموده که از زبان مشرکین بیان میکند که میگوید این تتبعون الا رجلا مسحورا، شما پیروی نمی کنید مگر از یک مردی که جادو شده. خیلی خوب، حالا میگوین این حدیث را رد میکنن مثلا به استدلال به این آیه که در قدیم بعضی از اهل متکلمین این را رد کرده اند و بعضی از معاصرین هم که همون قول متکلمین را دوباره تکرار کرده اند رد میکنند. اما در واقع وقتی که ما نگاه میکنیم اولا این یک حالت بسیار موقتی بوده و در این حدیث که من خوندم نگاه کردید هیچ چیزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه حکمی در اینجا بیان کرده. تنها چیزی که برای او مشکل پیش آورده بود در رابطه با همسرانش بود. فقط این بود تصور میکرد که به اونا نزدیک شده و نشده بود. یعنی انگار مدتی کوتاهی یا بگوییم حتی مدتی چند روزی، 1 هفته 10 روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم با این وضعیت بوده و با همسرانش نزدیکی نکرده و اینو متوجه شدن این قضیه وجود داشته. دیگه هیچ چیزی مثلا این که مثلا تشریعی در مورد تشریع چیزی مثلا اون گفته باشد که خلاف واقع باشد چنین نگفته، چون پروردگار او را محفوظ داشته از اینکه والله یعصمک من الناس. پروردگار او را محفوظ داشته از اینکه چیزی بگوید خلاف اون چیزی باشه که خدا فرموده. گاهی خودش اجتهادی کرده خطا بوده پروردگار اصلاحش کرده. مثلا در مورد منافقین
وقتی که می اومدن از رسول الله اجازه میخواستن که ما نمیتونیم و ما عذر داریم و نمیتونیم در جهاد شرکت کنیم، رسول الله اجازه میداد. پروردگار میفرمود عفا الله عنک لما اذنت لهم، خدا تو را عفو کنه، چرا به اینا اجازه میدهید؟ اینا اشتباه میکنن، دروغ میگوین. واقعیت اینجوری نیست و بارها پیش اومده که در اجتهاد خودش به خطا رفته و این اثبات میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی از روی اجتهاد خطاهایی انجام داده و سریع وحی آن را اصلاح نموده. ولی در مورد این مسئله مدت کوتاه که این سحر شده بوده، هیچ چیزی از مسائل تشریع، اینکه امری کند نهی کرده باشد، چیزی فرموده باشد در مورد دین وجود ندارد که خلاف واقع بوده باشد. تنها چیزی که بر او اثر گذاشته بود در مورد همسرانش بوده، هیچ چیز دیگری نبوده. نکته خیلی مهم است. و مدت زمان کمی هم بوده و خدا شفا داده. خدا شفاش داده. این دیگه اینجوری نبوده یک مرد سحر شده باشد همیشه مسحول باشد. و در اون مدت و در اونجا چیزی هم نگفته که کسی پیروی از آن کرده باشد. اصلا انسانی که سحر میشه در اون حالت خیلی شدید که مردم میبینن، هزیان میگه، کار عجیب غریب میکنه، گریه میکنه، زاری میکنه، ولی این اینجوری نبوده. پیامبر صلی الله علیه و آله اینجوری نبوده. نه اصلا مردم متوجه نشدن. خودش میدونسته چه مشکلی داره. خودش فقط میدونست که چه مشکلی داره. تا وقتی که خودش مشکلش برطرف میشود، بعدا میاد پیش ام المؤمنین عایشه میگه من این مشکل داشتم و بالاخره برطرف شد الحمدلله. خداوند متعال من شفا داد و نجاتم داد از این قضیه. در نتیجه این یک مسئله عارضه کوتاهی بوده و در قرآن هم بیان شده که باید به خدا پناه ببرد. بعد از این آیه نازل می شود که به خدا پناه ببر از شر سحر ساحران. درست. یعنی بعد از این حادثه و بعد از این واقعه. درست. این به نظر من قضیه کاملا واضح و روشن است و هیچ دلیلی قانع کننده برای کسانی که آن رد میکنن نیست. و این گونه است که ما این گونه باید بیاییم فهم احادیث را، فهم درستش رو بفهمیم، نه اینکه هر کسی بلند شود بیاید حدیثی که حتی در صحیح بخاری باشد راحت بیاید آن را رد کند یا آن را قبول نکند بدون دلیل. اگر اهل علم باشد و مخصوصا اهل علم، اهل اجتهاد باشد و اهل تخصص در اون زمینه باشد، حرفی بزند قابل قبول است. اما مردمی که خودشون، تمام افرادی که در این زمینه صحبت میکنن خودشون اهل حدیث نیستن. درسته واقعا. این خیلی مهم است. یعنی تمامی که مثلا در این معاصرین کسی مثل سید قطب رحمه الله این حدیث رو مثلا رد کرده، ولی سید قطب که اهل حدیث نبوده، یعنی هیچ کسی تا به حال نگفته سید قطب در محدث بوده یا در حدیث هیچ کاری وجود نداره یا کمترین کاری در آن نکرده. و تمام افرادی که از احادیث ایراد میگیرن همشون اهل حدیث نیستن. یعنی کسی که اهل تخصص در چیزی ندارد داره در مورد آن صحبت میکنه، پس هیچ ارزشی نداره. مثل اینکه مثلا من پزشک نیستم بیایم در مورد یک مسئله پزشکی مهم رد کنم به دلیل فقط به ذهن و این که مثلا معلومات عمومی دارم در مسائل دیگر بگویم آقا چون با این معلومات کم علم و دانش من بالاتر از اون پزشکان متخصص است. این حرف باطلی است. چیزی که امروز مردم در مورد کرونا میگن. بله. متخصصین اصلا دست پاشن نمیدونن چیکار کنن، مردم میان براش حل و خیلی راحت دارو براش پیدا میکنن. دارو براش پیدا میکنن. بله. این مسائل این است که بسیاری از اونا که در مورد حدیث ایراد از حدیث میگیرن، یعنی در واقع نشانه جهلشون به حدیث است، نه نشانه علم نیست. جاهل هستن به حدیث. حالا اون شخص فرض کن عالم باشه در زمینه دیگه، سید قطب رحمه الله در قرآن کار کرده، بالاخره تفسیر کرده، کسی نمیتونه بگوید مثلا در اون زمینه توان نداشته. اما در مورد مثلا وقتی که ما میگیم منظورمون این نیست که از ارزش سید قطب رحمه الله پایین میآوریم. سید قطب مرد بزرگواری بوده، در راه این دین جان داده، ولی این خطا دیگه شکی نیست. نه تنها خیلی ها دارن دوچار این خطاها میشوند و اونم یکی از ایناست. و بیشتر اون افراد خودشون با زبان خود اعتراف میکنن ما اهل حدیث نیستیم، ولی دارن راحت چیزی میگوین که سبب رد سطح حدیث میشوند. این مطالب بسیار مهم است که انسان باید هوشیار باشد و در واقع علم را از هر متخصصی، یعنی باید اون علم را از اون متخصص دریافت کنه، نه از هر کسی که مثلا کل من هب و دب، هر کسی آمد در مورد مسئله است. مثلا الان مردم متوجه نیستن
کسانی مثلا در فضای مجازی با معلومات بسیار اندک و کوتاهی که مثلا در قدرت خوندن عبارت عربی ندارند، قدرت تشخیص فعل و حرف و اسم و فعل و حرف را ندارند در کلمه ای، شروع میکنن به حرفای گنده گنده زدن که در دهنشون جاش نمیشه اون حرفای، اینقدر بزرگ دارن حرفای بزرگی میزنن. و مردم عادی، مردم خودمون مسکین که چون بسیاری از آنان در مسائل تخصص در مسائل علمی ندارند، مسائل شرعی، هر کسی اگر کوچکترین حرفی زد، مثلا حرف قشنگی یا مطلب زیبایی یا روش بیانش قشنگ بود، دیگه تمام میگن آقا فلانی گفته. خیلی خوب، فلانی اگر اهل تخصص باشد در اون زمینه‌ای که صحبت کرده روی سر میگذاریم، اگر درست باشد. اهل تخصص هم اشتباه کنن ما قبول نداریم. درسته. ای تمام شد رفت. جزاکم الله خیر دکتر، خیلی استفاده کردیم و از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما بزرگواران رو به الله متعال می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.